25 ساله ساکن جماعت ورزابقلعه از جانب کارمندان میلیس با گمان دزدی دستگیر شده است. وزارت کارهای داخله گفت گمان می رود که او روز 7 ایون با راه پنهانی به منزل استقامتی یک جوانزن 24 ساله عمدیه‌اش در آمده از آنجا به مبلغ 9050 سامانی جواهرات طلایی را دزدیده است. اکنون به جوانزن دستگیر شده بر اساس ماده 244 کودکس جنایتی تاجیکستان جریمه و یا از 2 تا 5 سال زندان تهدید می کند. ساکن 75 ساله جماعت لاهور به شعبه یکم میلیسه نوع رودکی مراجعت کرده است که هنوز سال 2016 یک ساکن 32 ساله جماعت لاهور با راه فریب به باوریش در آمده از او автомاشین شخصی تمغه میتسوبیشی پاجیرو را که ارزشش 100,000 سومانی را تشکیل میداد با مقصد تعمیر گرفته بر عوض قرضش به شخص دیگر داده است. اینچنین ساکن 31 ساله شهر استرافشان به آن گمان بر می شود که روز 4 می با راه فریب به باوری ساکن 38 ساله پایتخت در آمده ماشین بارکش تمغه کماز را 152,000 سومانی نرخ کرده گرفته است ولی تا حال پول ماشین را نداده است.